از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت ابو سفیان ابن حرب برایم حکایت نموده گفت هنگامی که با گروهی از تاجران در شام بودم هرقل مرا نزد خود خواست. ابن عباس رضی الله عنه میگوید و این زمانی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ابو سفیان و کفار قریش درگیری داشت. هرقل در حالی که با گروه از بزرگان روم در ایلیا بود ابو سفیان و همراهانش را نزد خود خواست و ترجمان را حاضر نموده گفت کدام یکی از شما با این شخصی که ادعای نبوت دارد از نگاه نسب قرابتی نزدیکتری دارد؟ ابو سفیان می گوید من برایش گفتم که من از همه به وی نزدیکترم. هرقل گفت او را به من نزدیک کنید و همان بود که آنها را نزدیک آورده و همراهانش را پشت سرش نشاندند. هرقل به ترجمانش گفت به ایشان بگو که من از این شخص سوالات میکنم، اگر در جوابم دروغ گفت دروغش را آشکار سازید. ابو سفیان میگوید قسم به خدا اگر شرم نمی کردم که مرا دروغگوی خواهند کرد حتما درباره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دروغ می گفتم. اولین سوالی که هرقل از من کرد این بود نسبش در بین شمایان چگونه است؟ گفتم نسبش عالی است. گفت آیا کسی دیگری از شمایان پیش از او چنین دعوای کرده است؟ گفتم نه. گفت از پدران و اجدادانش کسی پادشاهی داشته است؟ گفتم نه. گفت کسانی که از وی اطاعت کردند از بزرگان و اشرافانند و یا از بیچارگان؟ گفتم از بیچارگان. گفت پیروانش روز به روز کم می شوند یا زیاد؟ گفتم زیاد. گفت آیا کسی از پیروانش بعد از این که دینش را پذیرفته است دل سرد گردیده و از آن بر می گردد؟ گفتم نه. گفت پیش از ادعای نبوت او را متهم به دروغ می کردید؟ گفتم نه. گفت آیا خیانت می کند؟ گفتم نه، ولی مدتی زمان است که از وی دوریم و نمی دانیم که در این مدت چه کرداری دارد. ابو سفیان می گوید غیر از همین سخن به چیزی دیگری او را متهم کرده نمی توانستم. گفت آیا با وی در جنگ درگیر شده اید؟ گفتم بله. گفت نتیجه جنگ بین او و شمایان چگونه بوده است؟ گفتم نتیجه جنگ متناوب نوبت به نوبت است. گاه او بر ما و گاه ما بر او غالب می شویم. گفت شما را به چی چیز امر می کند؟ گفتم می گوید خدای یگانه را پرستش کنید و هیچ چیز را با او شریک نسازید و آنچه را که پدرهایتان عبادت می کردند ترک نمایید و ما را به نماز و راستی و عفت و صله رحم پیوند خویش و تباری امر می نماید. به ترجمانش گفت برایش بگو من از تو از نسبش پرسیدم و تو گفتی که عالی نسب است و همین گونه پیغمبران از عالی نسب ترین قوم خود برگزیده می شوند. پرسیدم که کسی پیش از وی چنین ادعای کرده است؟ گفتی نه. و اگر کسی پیش از وی چنین دعوای کرده بود می گفتم این شخصی است که از دیگران پیروی کرده است. گفتم آیا کسی نزد پدرانش پادشاهی کرده است؟ گفتی نه. و اگر کسی از پدرانش پادشاهی میکرد میگفتم شخصی است که آمده
و طلب تاج و تخت پدرش را دارد. پرسیدم پیش از این که چنین ادعای بکند او را به دروغ گفتن متهم میکردید؟ گفتی نه، و البته ممکن نیست که از دروغ گفتن با بندگان پرهیز نموده و بر خدا دروغ بگوید. و پرسیدم که بزرگان و اشراف از وی پیروی میکنند و یا بیچارگان و بینوایان؟ گفتی بینوایان، و پیروان پیامبران همین بینوایانند. پرسیدم روز به روز کم می شوند یا زیاد؟ گفتی زیاد. و مسئله ایمان به همین طریق است تا آن که فراگیر شده و به همه جا برسد. پرسیدم آیا کسی بعد از این که به دینش داخل گردید دل سرد گردیده و از آن برمی گردد؟ گفتی نه. و قانون ایمان چنین است وقتی که درخشش آن به دل تابید دیگر امکانی برگشت ندارد. و پرسیدم آیا خیانت و فریبکاری می کند؟ گفتی نه. و از صفات پیامبران دوری از خیانت و فریبکاری است. و پرسیدم شما را به چی چیز امر می کند؟ گفتی به عبادت خداوند یگانه امر و از شرکی با او و پرستش بتان نهی می فرماید و به نماز خواندن و راستی و عفت امر می نماید. و اگر آنچه گفتی راست باشد به زودی تا همین جای پای مرا هم خواهد گرفت. من خوب می دانستم که چنین پیغمبر ظهور می کند ولی فکر نمی کردم که از بین شمایان باشد. و اگر می دانستم که امکانی رسیدن به حضورش برایم میسر می گردد به هر قیمتی که بود خود را به ملاقاتش می رسانیدم و اگر به ملاقاتش می رسیدم خود را به قدمهایش می انداختم. سپس نامه را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توسط دیهیه برای سردار بصرا فرستاده بود خواست و او نامه را به وی داد و در نامه چنین آمده بود: بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف محمد بنده و پیامبر خدا برای هرقل سردار روم، سلام بر پویندگان راه هدایت. اما بعد من تو را به سوی اسلام دعوت می نمایم. مسلمان شو، در امان خواهی بود. خداوند مزد تو را دوچند خواهد داد و اگر ابا ورزیدی گناهی همه پیروان تو برگردنی تو خواهد بود. ای اهل کتاب، بیایید به سوی امری که بین ما و شما مسلم است و آن این که جز خدای یگانه دیگری را عبادت نکرده و چیزی را به او شریک نیاوریم و هیچ کدام از ما دیگری را بغیر از خداوند پروردگار خود قرار ندهد. و اگر ابا ورزیدند پس بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم. آل عمران 64. ابو سفیان میگوید وقتی که او چنین گفت و از خواندن نامه فارغ شد هیاهوی از مجلس برخاسته و ما را از آنجا بیرون کرده و من به همراهان خود گفتم طوری که معلوم می شود کار ابن ابی کبشه، مقصدش از ابن ابی کبشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، تا جای بالا گرفته است که پادشاه روم هم از وی می هراسد و از همین روز به بعد دیگر یقین داشتم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم موفق خواهد شد تا اینکه خداوند متعال مرا به اسلام مشرف ساخت. ابن ناطور که امیر ایلیا و همنشینیان هرقل برابری مذهبیان آنجا بود میگوید هنگامی که هرقل به ایلیا آمد محزون و غمگین گردید. بعضی از دولتمندانش به وی گفتند خیلی غمگین به نظر می رسی.
ابن ناطور میگوید که هرقل کاهن بوده و بر ستاره ها نظر میکرد و چون از وی این سوال را میکردند در جوابشان گفت: شبی گذشته که به ستاره ها نظر کردم دیدم که پادشاهی مردمی که خود را ختنه میکند بر دیگران غالب شده است. و پرسید: در این عصر و زمان کدام مردم ختنه میکنند؟ گفت: غیر از یهود مردم دیگری ختنه نمیکنند و از اینها در هراس مباش و به همه شهرهای دولت خود بنویس تا یهودی های را که در بینشان وجود دارند به قتل برسانند. و هنوز در این موضوع مشغول رأی و مشورت بودند که فرستاده پادشاه غسان که راجع به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم معلوماتی کافی به دست داشت نزد هرقل رسید و پس از این که هرقل از اخباری که این شخص با خود داشت مطلع شد گفت: این شخص را برده و ببینید که ختنه کرده است یا خیر. چون دیدند گفتند: بله ختنه کرده است. هرقل از وی پرسید: آیا مردم عرب هم ختنه میکنند؟ گفت: بله ختنه میکنند. هرقل گفت: همین شخصی را که من به خواب دیدم محمد صلی الله علیه و سلم پادشاه این مردم است که ظهور کرده است. سپس هرقل با یکی از دوستانش در رومیه که مانند خودش شخصی دانشمند بود در همین موضوع نامه نوشت و خودش به سوی حمص روان گردید و هنوز از حمص خارج نشده بود که دوستش جواب نامه هرقل را فرستاد و نامه خود با هرقل در موضوع ظهور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تفاوقی رأی نشان داده گفته بود که این شخص پیامبر است. بعد از آن هرقل بزرگان مردم روم را در قصر خود در شهر حمص جمع کرده و دروازه های قصر را بست. بعد از آن برخاسته و اینها را مخاطب کرد قرار داده گفت: ای مردم روم، آیا رستگاری و فلاح را نمیخواهید؟ و آیا نمیخواهید که ملکتان برای خودتان باقی بماند؟ پس بیایید و با این پیامبر بیعت نمایید. با مجرد شنیدن این سخن به مانند خرهای وحشی از جای پریده به سوی درها هجوم بردند و می دیدند که درها قبلا بسته شده است. و چون هرقل این تنفرشان را دید و از ایمان آوردنشان مایوس گردید گفت: اینها را بار دیگر نزد من بیاورید. و چون آمدند گفت: من این سخنان را برای آن گفتم تا مقداری وابستگیتان را به دینتان آزمایش نمایم و واقعا آنچه را که آرزو داشتم احساس نمودم. و چون این سخن را از هرقل شنیدند او را سجده نموده و از وی اظهار رضایت نمودند. و این آخرین قصه هرقل با پیروانش بود. السلام علیکم و رحمت الله.